بچه جانم اکنون می روی. بله مادر جان، دیر نماند. سردار جنجال نکند، باوریش زیاد است. تقصیرانیت بهتر بود. چرا بس کردی؟ مادر، حاضر این کار رو باید اجرا کنم. آخر فقط شبانه کار میکنی. در تاکسی باشد روزانه کار میکردی. پروا نکن مادر جان، این کار هم درست میگردد. انشاءالله همش خوب میشه. سردار از من راضی است و تو هر روز سلام میگوید. به خانه دعوتش کن بچه. یک سرداری کلان خانه ما می اومده باشد. البته می آید بچم. آخر تو کارگری ارزنده هستی. کمی غمگین می نمایی؟ باز همان خواب رو دیدم بچم. به حج رفتنم بود. این است آنچه که از درآمدهای تو جمع کردم. خدا از تو راضی باشد. لیکن با این مقدار پول سفری حج کردن نمی شده است. نمرده یک حج می کردم. با کس معلوم نیست که کی وفات می کند. این خیلی با مادر. خدا نگهبان باشد. خدا عمری دراز سلامتی دهد. عمری مرا هم به تو دهد. فقط توبه گو. قربانت شوم چنین مگو. بخیر باشد. خدا بزرگ است. میلش بچم را. لیکن به سر دارد گوی به کاری روزانه گذراند. خوب مادر جان. بچه جانم، من از تو راضی. خدا نیز از تو راضی باشد. خدا به کارت برکت دهد. از همه بدی ها نگاه دارد. خوب آمدم. زودتر زودتر. زودتر زودتر. بچه ها 30 ثانیه وقتی رفتن شد. زودتر زودتر. زودتر. الو 155 باید دوزی خبر بدیم. تست کن برو سوار شو. برو دخلی نکن تست سوار شو. دیوانه شدی تو. اگر میپروندی میدونستی به سرمون چی میومد. خاموشیست. تو راننده ای. هر کس کار خودش را کنه.
چه حال داری؟ کم بوده نیست؟ زی جان چیزی که شد راست با من زنگ زن فهمیدی؟ مفید چهل نجیب خودی او میخواد که او را باره خطاب کنیم. خوب لیکن نام خودی او مفید باره؟ لا حولا مالش بخیر. سلام گوی بابا سلام آسونیر هم سلام پناهتان به خدا. خیر مفید چی در داره؟ مرحمت همسر. الپرین من رو میکشد تمام روز بازی کرد باز ناز میکند که خواب ندارم. التماس به او یگون چی گو؟ چی خبر نبود؟ خیلی بیا برای نباشد. چی؟ خوش تابت بالیده شد؟ شیرینی میخوریم؟ مایلش هیچ کار میکنی؟ خاموش خاموش. وای رابین الپرین تو در کنار است؟ رفت ایست پلیس ایست. ایست پلیس پلیس. شد تسلیم مرا شد مرا گفتم. ایست کس دادا بیا درون درو بچم نه به پلیس خبر دیم. دادای خودم پلیس است. راگرد شد زودتر شد تسلیمت شد نقابت رو گرفت. زودتر بله ثروت جان. لبه جناب املکت. ثروت جان از من چیزی که خواهی پرس. البته جناب ورا. لیکن همه چیز متقابلا همین خیل. البته گفتنش هم شرط نیست. خب شب خیر. اکا میبخشد یک چیز پرسم؟ او یک کارمند عادی چرا را اینقدر میخورانید؟ شخصان عادی و خرد دقت را جلب نمی کنند. بعضا پرونده کشان از شخصان مسئول و امضا کنندگان مهمترند. زودتر باش. حالا هم دیگر گروه ها نامدن؟ ما آمدیم اما دیگران تا حال نامدن. همه ی هدف ها رو دیده برآمدید؟ بله جناب ورا. خیال من کاری شبانه پورا نیست. به نظرم خیلی کم می نماید. چیزی برای خودتان پنهان نکرده اید؟ در 30 ثانیه 15 قطعه را برده می شود.
باز به تجهیزات دروغیابی نشینانم. نه اکاجان چونون نخواهیم کرد. نوگو نفری دید خبر داد. خبر داد؟ بله اکا، برای همین برنگشتیم. بگذار همین خیل شود. حقتان داده می شود حاضر. من گیرید. تشکر. 100 لیرگی از کجا می آبید چونین کارا ها؟ تشکر. موافق حسابا کسی خوب کار می دانید. آن کس مکافاتانیده می شود. میمان خانه 5 ستاره برای یک شب 3000 لیره و البته آنجا نازنین انتظار می شود که آن کس را خرسند می کند. گیر اینش از من. علاوتاً سر آرام کن. اکا من تنها پولم رو میخواهم. میمان خانه و دیگر چیز لازم نیست. آها، برای چی؟ این کار رو برای کیف نمیکنم. پس برای چی میکنی؟ برای خودم سبب هست. خوب خودت میدانی. دیگر گروه هم بیاید. از قانون جنایی امتحان میکنیم و باز میبینیم شرح قانون ها را خوب از یاد کرده اید. بازپرسی کن. همه چیز را فهم. احتمال است که از گروه دوست ها باشم. بگو معاین میکنیم. اطاعت سردار. دادا؟ خوش، نام تو چیست؟ نامم وای. معلوم میشد که تو هنوز به نامی. پس معلوم میشد که برای گرفتن نام هنوز قهرمانی نشان نداده ای. یا رویم. شاید برای خودت نامی میابی که سزاوارش باشی. آخر من نام دارم. به سردار من تو حمله کردی. رفیقت همه چیز را اعتراف کرد. در یک گروه کار میکنید. نام رئیس گروه، جای انبار، حاضر همش را تو هم می نویسی. اگر در بین نوشته هایتان فرق پیدا شود، آن وقت چی می شود خودتان می دانید.
سردار دیشب در بینای ایکسی ما 12 دزدی شده است. حتی با یکی از شما مانع شده سردارم. در دستمون چی داریم؟ در دست ما ثبت‌های کامراها هست و یک دو شاهد داریم. افسوس که دزدها نقاب داشتند و ثبت‌ها فایده نمیبخشد. کوش از جای حادثه آید واقعه ها یگان گمان یا خبر دارید؟ هست. آید واقعه شبانه بعضی معلومات داریم. یگید؟ من معلومات دقیق دارم سردارم. نقشه های کشیده گروه دزدان، راهبران آنها، انبارها و دیگر معلومات ها. نباشد از جای های لازمی اجازت گیرید و دستگیر نمایید. فرمان بردارم سردارم. الو جناب گورال، امنیت اطراف تامین است؟ تامین است. بچه های عقیب از طرف چپ راست آماده اید؟ شد نباشد سر کردیم. بکاش که تو را استفاده نبرم ذوالفقار. زودتر زودتر احتیاط باشید. خالی بچه ها در بیرون یگان حالتی شبناک است؟ در اینجا یگان حالتی شبناک دیده نمی شود. تو اینجا بیمانید. ما رفتیم می رویم. رفتیم کاهلان. خدایا براق ایستا پلیس! براق این تویی؟ 9 سال می شود که گمان نداشتم که دادر خودم را. من دادر تو نیستم. براق دیگر من اویله ندارم، فهمیدی؟ آن روز پدرم از پشت تو مرا چنان هم زده بود که از آن روز اعتبارا تو و پدرم برای من هیچ شده. برای همین از خانه گریختی؟ من گریختم؟ پدری سرخوشم آن گریخت. من تنها برای یافتن او قصدن از خانه رفتم. اگر یابم روزش رو میبینم. بعد از گریختن تو مادرم سکته دل شد وفات کرد، میدانی؟ دور هم باشم از همه چیز آگاه بودم. دادرم گوش کن، ما میتوانیم آرامانه. آرامانه. خیلی دیر شد، خفه نشو. مادر؟ بچه‌م تویی؟ منم مادر. بیا کارت چخیل بود.
سردار سلام گفت. سلامت باشد. از تو راضی هست؟ ندونم اوچا جون. از بچه من که راضی نمیگرده. چی فکر میکنی بچه؟ از کجا فهمیدید؟ من تو رو تولد کردم، چرا ندونم؟ اوچا جون انشالله برای سفری حج نام نویسد میکنم. به خدا هزار بار شکر. من از تو راضیم و بگذار خدا از تو راضی باشه. این خیلی نگوید اوچا جون. 35 ساله شدم و حالا برایت یگون کاری هم نکردم. یگون کار. مادرت را صاحبی کردی، باز چی کار میکردی در این زمان؟ اکثر والدینشان را از خود دور میکنند. میدونم به خاطری من با اون دختر ازدواج نکردی، برای آن که او مرا نمیخواست. به حج یک جای میرویم همین نصیب مادر جون، میبینی خدا از همه شر تو را نگه دارد، از بدی ها دورت سازد بچم. آشنا خیز چی شد؟ چی شد با تو؟ کمی خیز از جایت؟ براق گریخ دستگیر نکردید؟ براق را میشناختید؟ کدام براق؟ چیو میگوید بچم؟ کیست براق؟ شما نام براق را ذکر کردید. من گفتم اما که نیم باز کی را یافتید؟ ای رب از اینجایه با من بازی نکن. دادر اثرت خون آمده ایستاد است. یاری تجدید دعوت کنیم. تو را نگفتم که رب از اینجا؟ خوش دست ای ربی اما که نیم دیگر کردارن نمیشم. استغفرالله. اما که نیم مردی خوب است لیکن کمی میوب است دادر. احتیاط کن. اما ساق هم نیست، فقط امکی نگو، تنها هم مگو، وگرنه تو چی ها میگوی؟ ایرادی خوش دست امکی نیم. خوش دست. تمام. امکی نه. امک گیر آشنا، نوش خوب است. گیر آشنا، نوش نترس، هیچ چیز نمی شود. گیر بسیار سوزان بوده است. سوزانش نزدن. چگونه؟ بعد از دستگیر کنی از یگید خبری نیست؟ سردار یگید یک خودش چندی پیش تنها برآمده رفت. بدتر رابطه کنده شد. تلفنش هم خاموش است. چه نخود رو نیابید؟ یا خدا کجاست این بچه؟ باز بالای بینای نبر اومده باشه؟ خنک ای دادر فراموش کردم چای جوش را گیران کنم. آخر چای جوش را باره نگیرانده اید. چای چیتر میتواند داغ بماند امکی؟ امک بیا شین بازی با تو چای میدیم. امک جان شما براق گفتید، مگر براق را میشناسید؟
نه اونقدر. لبه؟ کم. چرا؟ حضرت علی آمد. کی؟ خیلی شد شن رفت. کی؟ حضرت علی. شمشیرش رو نه هر کس گرفته میتواند. اگر گیرد حقش را باید بیاد وگرنه مصیبت میآید. آخر من در اینجا تو جاهل بوده ای کو؟ شمشیری حضرت علی ذوالفقار نام شمشیر را به تو لایق داده است. خبر نداری؟ از اهل باش و در امانت صادق مان. فهمیدی؟ شمشیر؟ چخیل شمشیر اما کی؟ روی رو از شما یک شخصم رو اما کی؟ آخر ما روی اما کی؟ اما خوش 2000 یورو. یعنی برای حج رفتن نرخ خوب نیست مگر؟ خوش تشکر. 2000 یورو قریب که 4000 لیره. سه 3000 لیره هست، لیکن حلال نیست این مبلغ. شکرقندهایت با لذت آمده است. من نو به پرهیز سر کردم. تو هر آمدن شکرقند بیاری. بخیر است؟ غمگین می نموی کیروز؟ هیچ گپ نی اپا. تنهایی؟ بعد از مندریز در حیاتم خالگی دیدم. شکر که تو هستی و گذشت روزگار رو درک نمی کنم. لیکن می خواهم کار کنم چون که دخترم هم به نزدیکی مکتب خوان می شود. پول لازم شدنش ممکن. بخیر است؟ دکان شیرینی کشادن می خواهم. دکان شیرینی؟ خودت تنها؟ امروز از بانک نفقه مندرس رو می گیرم. بیا. یکید؟ و سر چی شد؟ بخیر است سردارم، مهم نیست. بعد از عملیات نتوانستم آگاه نمایم. شخصی شوپناکی را دیدم. بدتر قوه تلفنم تمام شد. شخص شوپناک؟ به فکرم از اعضایان گروه بود، زیرا یک چند کامپیوتر داشت. بچه ها دزدی بودند و یا نبودن آنها را تفتیش دارند. کسی به آنها خبر میرساند، اما چخیل؟ مرا ببخشد، لیکن دو احتمال است. یا نفری از ما به آنها خبر میدهد و یا از جایی که اجازت عملیات میگیریم. احتمال دیگر نیست. بله، یکشن مراتب چنین شد. و یادار اولین عملیات رو که با شعبه یاری‌رسانی انجام داده بله. بودی. تو انجام داده بودی. خانه گروه سلاح بدستان خالی بود و بعد در عملیات سالماس تیوی تنجو سالماس بینا رو بر وقت ترک کرده بود. چرا که گفتم تنها دو احتمال وجود دارد. خائن یا کارمند امنیت و یا یعنی از بالا. شرط نیست که حاکم باشد. چایکش عادی عدلیه نیست شده میتواند. در این راستو چیزی دیگری میپرسم. کمی مثل که خواتیری. چی گفتن میخواید سردارم؟ مثال اگر نزن باشد؟ بهترش در این موضوع حرف نزنیم.
بیا. عذر میخواهم سردار. یک دو حجت برای امضا کنی دارم. بیار. با این طرف. با دقت واسه استاد. با این طرف. با دقت. گفته بودم که 11 تمام میکنه. استاد باز کمه بازیتونه؟ اوه 11 شده است. رفتیم. استاد پسی خوبه به شما دادم. باید گل میشد اما از میانه پایهایشان گل زدیم کفایه. جای 5 گل را نمیگیرد مگر؟ اوه کی را میبینم؟ رجای؟ چه خبر؟ خیلی شد نمیتابی؟ کار زیاد است استاد. یک چیز میپرسیدم. خواهی در بیرون میپرسی. بیا براین. میبراین. مایلش استاد. طاعتتون قبول شود استاد. طاعتی همه‌مان. استاد من با شما سوالی دارم. مسئله شخصی. بچه ها ما را تنها میگذارید؟ گپ زن رجای. یک رفیق دارم استاد. برای غیر حلال پول جمع کرده است. با آن مبلغ مادرش حج کردن میتواند. یعنی جایز میگردد. تو خود دانای رجای. به فکرم خودت جواب این سوال رو میدانی. به رفیقت هم فهمان. بگو تا او توبه صمیمی کند. خداوند خودش راه راست را نشان میده. خوب شده است استاد. البته میگویم. استاد این را از مسجد یافتم. تو آن را به من ده و این را بگیر و به خانه ببر. اما استاد گیر این مبلغ را بعضی از اهل جماعت به خزینه ما میگذارند. ما آن را برای جوانان روشنفکر تقسیم میکنیم. استاد شما اصلا پول جماعت را در همیانتون نمیگذارید؟ به این مسئله کاردار نشد. خدا خواهد راهی حل مسئله رفیق شما را هم میابه. خوب کرده که دکان شدی، اما این رو براه مانده میتوانی؟ با یاری الله از عهده‌اش میبرایم. به همین هم کاری میکردم پختنی شکرخند. من این رو نمیگویم. قسمت تجارتی آن رو در نظر دارم. رحمت ایماندارس معاشش رو گرفته به من میداد و میگفت تو از استفاده پول میبرایی. فهمیدم تو قرارت را برآورده ای. پس برای کمک تو نفری باید پیدا کرد. من که پلیس دولت هم نمیتوانم کمکت کنم. بیرون از اخلاق میشود. به این هم به این کار صرفم نمیروم. بهتر است که اژدر را زنگ زنم. حتما اون نفری را آید این کار پیدا کرده میتواند. برای تمام کارهای تجاری کمکت میکند. الو اژدر چی حال داری؟
چرا نمیایی؟ چرا بیایم؟ تو چی میگویی؟ نمیدونم. خودت میدونی. چی گفتن میخوایی؟ از من دیده با کیروز زیاد حرف میزنی. البته زنی زیبا. کیروز هم زن است. البته از معاشرتت خوشش میآید. چی گفتی؟ چی گفتی؟ چی گفتنم رو شنیدی؟ تو مرا با کیروز؟ تو رو با الله حواله میکنم زنک. با این سخنت تو مرا رنجاندی. ملش گناه مرا به گردن گرفتی. مندرس دادری من. کیروز باشد همسری او. چکل گناهی او را به گردن میگیری؟ کیروز خواهر من است، خواهر من. چکلی فکر به سرت آمد؟ لا حول ولا قوة. بین، خودت را نه او را حمایه میکنی. معلوم میشود که چکلی مایه زنک، چکلی مایه. چی گفتد را گوشهایت میشنود. فکر کن اگر چنین واقعه به سر من آید، رفیق من باید به شما کمک نکند. همین را فکر میکنی؟ توبه توبه. نه اگر اینجا مانم شاید یکم کار ناسزایی بکنم. مندرسی من اجل در دست کسی نیست، لیکن بر وقت رفتی. خیلی بر وقت رفتی. آخر همه وقت یک جای میموندیم. میدانی بعد رفتن تو مندرسی من هر شب دعای شهید شدن رو میکنم. هر شب مندرسی من از این دنیا دلم ماند. تنها برای ادای وظیفه هم صبر میکنم. اگر مسئولیتی وظیفه هم مرا تسلا ندهد و اگر اعتقادم خودکشی را من نمیکرد، والله با این حیات طاقت نمیکردم و نزدت می آمدم. لیکن امشب قراره به خود دادم مندرس. از این پس برای شهید شدن دعا نمی کنم. تقدیر الهی کدام وقتی که جانمان را گیرد آن وقت نزدت می آیم. میدانی چرا فکرم را دیگر کردم؟ گروه چپی که تو را کشتند با دیگر گروه های ضد حکومتی یک جای منشأ می گیرند و یک جای حرکت می کنند. باز شرم نکرده خودشان را ولقان می نامند. در زمین آنها آزادانه چرخ می زنند. این بی‌وجدان ها. مندرسان وظیفه ما دولت و ملت را نگاه کردن نیست مگر؟ پس این وظیفه را ترک کرده دعوای شهیدی کردن طرف آسانی کار را دیدن نیست؟ البته روز نزدت می آیم. انشاءالله با مثل تو شربت شهیدی را نوشیدن نزدت می آیم. باز یک چیزی دیگری را فهمیدم. بغیر از الله دوستی نبوده است. تو را نادرست می فهمم. بی‌وفایی می کنم. حتی می فروشم. لیکن الله هیچ وقت تو را ترک نمی کنه. هیچ وقت خفه نمی شد.
بیا این دفعه یک جا میدروی. چی خیلی یک جایه؟ کاری من تنها رانندگیست. رئیس رو هم دیدن میخواهد. بیا تنها طرز عملیات رو ببین. تو رو اگر رئیس داند تو رو از این کار میگیرد و این جانت خلاص نمیشود، تو رو محو میکند. خیز بیا خیز. بیا بیا. یوریده در اینجا نیست. از خانه خواب یا آشخانه؟ از کدامش سر کنی؟ نمیدونم. بیا از آشخانه سر میکنی. شاید دستمانو در درون همین باشه. تو دستت رو آلوده مکن، فقط نگاه کن. درس اولینمان تمام. رفتیم. نگاه کن دیدی جوره در 10 دقیقه کیسه پوری پول. رفتیم با پیش. نجیب چی شد؟ تو رو میخواهد. کیه سر تلفن تو؟ کی باشد؟ کی میشد؟ لابای؟ الو آقای نجیب، یک حادثه دهشتناک روی داد. صبر کن، آرام باش. چی شد؟ حاضر به خونه ما آمده، میتوانید ما میترسیم. آرام باش آرام باش. من زود نزد میایم. ساعت 3 شب. بیشرمی از این زیاد نمیشود. باز از تلفنی من. ای با بچه ها همه چیز رو فهمونده؟ سردارم بخیر است؟ تلفن کردید؟ بیا اگه چین؟
تشکر بچه ها، تشکر. میتوانید روید. بسیار سخت ترسیدم اکا. با دخترم یگان کار میکنم گفته ترسیدم. عادتا چنین کارها میشود. مقصد یگانه آنها دزدی است. آنها رو ببینی میشناسی؟ یکی اش را دیده توانستم. افلاس میانه قدرش دار. سبزی نبود؟ در تاریکی آنقدر معلوم نبود. لیکن شاید چهرهش کودکانه بود؟ تو چیا میگویی یگید؟ هیچ سردارم، هیچ. یعنی همشون گرفتن؟ حق من درستم رو گرفتن. حق فرزندم رو دزدیدن. چی گویم دیگر؟ خیالی کشادن دکان هم به آب غرق شد. ایست آرام شو. خدا خواهد میابیم. یگید این گروه از حد گذراندن. خواطر نشوید سردارم. برای دستگیر کردن گروه دلیل‌های زیادی دارم. همینجاییست؟ خیر من رفتم. با کجا؟ چیکار داریم؟ مانع نشو. آخر پیشتر خودت گفته بودی کو سردار تو رو معاف میکند. معاف نمیکنم. مرا کاری کرده نمیتونم. به این هم من در هیچ کجا زیاد نمیستم. از نام من به ورالی بیناموز سلام رسان. براق اگر تو رو یابد نمیابد. کسی مرا نمیابد. سردار دیروز در محله ما 6 دزدی شده است. این بیناموسان خانه کیراز را هم دزدی کردند. ببینید آنها نشان مندرس را هم دزدیدند. حق شهید به آنها نصیب میکند مگر؟ معلوم است که انبارشان را کجانیدند. دیگر معلومات ندارید؟ عینی حال نداریم سردار. این چه کار است؟ کی به این بیناموسان کمک میرساند؟ چه این کارا میکنند؟ چه تشکیل میکنند؟ کمترین دلیل و یا معلومات دسترس که کردیم. کای تیمور کای! بعد از سوزیدن قلعه تاپکپی سردارم برید! گریخت میگویی؟ پول رو گرفت و گریخت که. احمق فکر کن وگرنه از گفته هایت پشیمان میشوی. ارسان لبای این به ناموس ناکس را به کرس شنان. فهمو. نامد مطالب؟ نه. حالا در استانبولیم؟ بله. دیشب در دزدی با براق یک جا بودید؟ بله. براق را نغز میشناسی؟ ها. کجا بودنی براق را میدونی؟ نه. دروغ گفتن را هیچ وقت حد نکردم رجای. پدرت دزد خوب بود، نامدار بود. پرونده او را من میبردم، آن وقت شناس شدم. با شرافتی پدرت به این کار دست زدم رجای. پدرت از سرطان در زندان مرده رفت. در بالایم حق دارد. از این خاطر تو را در میانمان جا دادم. خاطری پدرت. اکا با خود راست میگویم. تو این دم من همه وقت رانندگی میکردم، دزدی نکردم. آخرین مراتب میپرسم رجای، جای براق را میدانی یا نه؟ تجزیات تصدیق کند هم به تو باور نمیکنم. برای برآمدن از این راه به تو امتیاز میدهم رجای. به من پول دزدیده براق مهم نیست، مسئله فروختن اوست. پس مرا فروشت نمیبخشم. این دروغ گفتن و یا نگفتنت را معلوم میکند.
الو نجیبکه گوشگان مربوط به دزدی نکرده ای. پس امشب تو سر میکنی؟ طلا فروشه هست. در خزینه 40,000 لیره طلاواری دارد. رقم خزینه‌اش را در دست دارید. احمق چت بازی میکند و از کامپیوترش به مشکلی دسترس کردیم. خلاص آن چی در خزینه دارد رفته گیر و با من بیار. فهمیدی؟ تا تو را باور کنم. نیمی پول را به تو میدهم به خاطر پدرت. به این وسیله قرض تاکسی را هم خواهی پرداخت می شود؟ اکای ورال من رانندگی گروه را میکنم لیکن دوزی کردن نمیتوانم. تو مرا نفهمیده ایستاده ای. این کار باز طرف دیگر دارد. اگر این کار را نکنی و یا گرفته گریزی تو مادری دوست داشتد را دیگر نخواهی دید. مادرم را به این کار همراه نکن احمق. چی گفتی؟ ارسان؟ این مرا احمق گفت؟ گفتم که نام مادرم را نگیر. نباشد رو دزدی کن و گرفته بیار. فهمیدی؟ درا رفیق سردار نشانش را معلوم کردیم. فهمو باید یک جای روید. اطاعت رفیق سردار. مادر خیز می رویم. چی شد بهتر میفهمونم مادر. تیز باش. سرکمیسر در خونه نیستند. امر عملیات رو گیریم؟ نه لازم نیست. شاید اصلاح شده باشد. خیریت که به زودی خطایش را فهمیده است. طبق معلومات ها با مادرش زندگی میکرده است. شخصی آنقدر بد هم نیست. حیات خیلی عجیب است حلیمه. حتی آدمان را شناختن خیلی مشکل است. بعضا دادری خودت به کار دست میزند که آن را تصور کردن نمیتوانی. میرویم سرکمیسر. میرویم. ها واقعا مسئله فاتح بر سرت خیلی بار گرانه شد. با دو کودک آواره شدن. این خیر نگوید سرکمیسر. در اصل عجیبش این که فراموش کنید. عجیبش چی؟ گفتم که فراموش کنید. کاش که این را از اول نمیگفتی حلیمه. فاتح تولد نشده خوابی دیدم. خوابی عجیب. در راه دراز کشیده خوابیده بودید و در بغلتون فرزندتون و ناگاه از کجای ماشینی پیدا شده گویا شما را میزده باشد و از درونش کسی میبراید که بودنش را به یاد ندارم. او به شما چیزی میگوید و میرود. بعد تو به سوی من اشاره کرده گفتی انا شیر. از کجا دانستید؟ تعبیر خوابم رو از شناسم خواستم فهمم. خوابی بود که حالا هم تاثیرم میکند. تعبیر خوابم شیر دادن فرزند شما بوده است. البته اون وقت به همه این باورم نمی آمد. بیا رفتیم حلیمه. استاد مادرم میتواند یک چند روز خانه شما بماند. البته ریجا جان چی شد؟ بخیر است؟ چی گپ؟ هیچ گپ نیست. تنها مادرم به شما امانت. با اجازت شما من روم.
رقم قلف خزینه که درونش به قیمت 40,000 لیره طلاباری است دزدیدنی هم. قلف رو عوض کنید. تو از کجا میدونی؟ امید. اوه رجا در کجا ها میگردی؟ وقتم نیست. از تو یک چیز میپرسم. به من 4,000 لیره لازمی. تاجیلان. چه؟ 4,000 لیره؟ من ندارم. یگان شناست هم ندارد. بسیار مهم. تاجیلان. اگر 400 لیره میشد حل میکردم، لیکن خواهشت مبلغ کلان. مایلش امید. پس برای حلال چگونه 2,000 یورو و یا 4,000 لیره میتوانم به دست آورم؟ بس رفتن یک فکر است. رفته از جمپورت او را بلدی میکند، لیکن به آن راه رفتن را نمیخواهم. کی تو را ران کرد؟ جم. دارا سری مقصد میاییم. دکترم برای حل بیماری سرطان کار میکنم، لیکن کارم را باید در انسان سنجم. میدونم. با من باور کنید. سیر رو نگاه میدارم. جم با من گفت مسئله مبلغ رو گویید. همگی 30 سوزن میزنم و 3,000 میدیم. 4,000 نمیشود. نمیشود. میتوانید باور کنید. 4,000 دهید. چه خیلی که خواهید تجربه گذارید. لیکن امروز همینجا میمانی. از شما الله قبول کند. تشکر. بفرمایید. حلیمه روحون نور از شعبه کمک امنیت. توصیه دادم تا نسبت نفری از شما معلومات گیریم. کی؟ ریجه چوزن. چرا او را میکوبید؟ مدتی است که نمی نماید. تنها گفت که مادرم یک چند روز با شما میماند. از آن ساعت دیگر ندیدم. همه‌اش همین. از رفیقش 2,000 یورو پرسیده است. دکتر اکنون فهمیدم. این احمق کجا شد؟ با براق زبان یک کرده، همون طلا فروش را قارن نکرده باشم. با من بازی کرده ایستادم. با خدا نمیدونم اکا. مادرش هم نیافتید؟ نه اکا. دارو سردارم، شخصی را که حجتش را در اثنای دزدی خانه کیراز گم کرده بود پیدا کردیم. حاضر کجاست؟ نمیدانم به بیمار چیکار کردن، اما در خونش ماده های خیمیایی و در جسمش مقدار زیادی جای سوزن مشاهده می شود. نشکش بوده است؟ نه، علاقه ندارد. خودش سوزن نزده است. از طرف کاردانی انجام داده شده است. طبق ماده های از خونش پیدا شده، نفری چون تجربه استفاده کرده است. متاسفانه چنین است. و این جوان چی ماده دادند که گردش افلاس زهرآلود شده است. که جوابش میدید؟ شاید پگاه. میتوانم اون رو ببینم؟
مرحمت، میتوانید ببینید. تشکر. شفا دهد. من نجیب از شعبه کمک. این سرکمیسر یگید. رجایی ما بازپرسی نمودیم. از محله بنده یافت نشد تا تو را شخصی بد گوید. لیکن حجتت از خانه یافت شد که آنجا دزدی شده بود. چیزی برای ما گفتن میخواهی؟ خوب هستی رجایی؟ طبق معلوماتی داده‌ات عملیات گذرانیدیم. عملیاتی با نام مشت که 17 نفر را دستگیر کردیم. سردار گروه ورال هم دستگیر شد. من 18ام. من هم داخلم. سردار از شما خواهشی دارم. چی خواهش؟ مادرم مرا فرزند خوب میدوند. دعای نیک میکند. من هم تا حد امکان حرمتش میکردم، لیکن به او سزاوار نشدم. حتی ذره هم مبلغ حلالی نیافتم تا به حج روانش کنم. خلاص که خواهش من این است که مادرم راهزنی مرا نداند مرد گوید یا که چیزی دیگر. تنها خواهش میکنم راهزن بودنی مرا نداند. گناه داری اما راهزن نیستی رجایی. مراتب دزدی نکرده ای. او را به حج روان کرده نتوانستم. خواهش یگانه‌اش همین. رجای به تو سوال دارم. کجا بودنی براق را میدانی؟ آیا براق به همه دزدی های کردهش اقرار شده است؟ چقدره که بچه های شعبه کمک داده میتوانند؟ فهمیدم سردار. مادر؟ بچم کجا بودی؟ نپرس آشا جان. نگاه کن، سردارم برای دیدنی تو آمد. شینید خوش آمدید.
شما سرداری رجای دویمو درباره شما نقل میکنم. من گفتم سردارت را به خانه بیار، لیکن از کجا؟ سردار خانه می آید میگفت. رجایی مرا تا حال نشناخته ای. خاله جانم و مثل طلا فرزند تربیه کرده ای، لیکن یک چند ماه سفر میکنم. رجای خدمتی؟ بله خاله جان، لیکن زود برمیگردد انشاءالله. رجایی در جای کار دویم میگوید که مادرم به حج میرود، مبلغ هم جمع کرده است. او در سفر خدمتی، شما به حج میروید. من به این حالم تنها خیل به آن زمین مقدس میروم. مادر، خواهر من هم به حج میرود. شما با آن کس میروید؟ مادر جان، برای حجت گذاری حج استاد داوود یاری میکنه. از من خواطر نشو. من حتما زنگ میزنم. خوب، مادام که سردار چنین میفرماید. من هم سردار دارم، نامش عدالت. او رجایی را سفر خدمتی را میکنه. مرا ببخش مادر جان. حلالت بود بچه جان. خدا از تو راضی بود. الها از سفرت تیز برگردی. استاد داوود، این مبلغ از کجا آمد؟ مردمی عالی جنابند. جماعت به حج رفتن میخواهند، لیکن شنیدن که این زنی مشتی پر امکان ندارد، همت کردند. سردار، شما ماموران دولتی قهرمانی خودتان را در کمک مادی هم نشان دادید، لیکن مبلغی جمع کرده ما بسنده است. این از شما. خیریه باز گرفته نمی شود. پس این رو در خزینه امنیت میگذاریم. اطاعت سردارم. میرویم سردارم. شما روید. کار کوچکی مانده. فهمیدم سردارم. میرویم. انا اینجا کیراز. این چی خیال شده که نجیب؟ این نصیبه یتیم کیراز. مبلغ رو نیفتیم، اما اجدر رفیقش را دید. اینجا را آباد کردن میخواهد. اجدر گرفت. میخواهد که تو به کار دراری. تو از سرمایه 20% رو صاحب میگردی. شما جدی گفته ایستاده دکه نجیب؟ چرا شوخی کنم؟ الله از شما راضی باشد. اکای حقیقی ندارم، اما شما به جای اکا هم هستید. استغفر الله. ولو در سشوی کاریم. اول دکان رو به کار دراریم. میلش با خواست خدا با این ملکه این دکان قصر می شود. تشکر. حامیان. فیلم در استودیوی مرکزی پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ها: دولت عبیدالله، غیور اشور. کارگردان آواز و تنظیمگر: ظاهری حسن، امیدجان علیه. ترجمان: علی اکبری قربان. محرر: غیور اشور. پرودیوسر: کامل جان سفر. و نقش ها آواز دادن: فیروز عمر، عاطف قادر، ملاحت عبدالله، محمدی مرزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، زهرای حیدر، ناصر حسن، مستوره عاطف، موجوده رجب، کامل جان سفر، مولانا بانو، شیراز، سلطان مراد بابا مراد، دلربا پلایو، محمد جان شاهی، فرخ عبدالرحمن، احسان کمال، سید اکبر جلالов، قربان علیف، فردوس حسنов، شهرت رحمت الله، علی شیر آدینایف، نسای محمد جان، مهرانگیز و فرقان.
پایان قسم نهم.